روتین فکری اول برجم معمولا اینجوریه. شبا تا میام بخوابم اینا میاد توی ذهنم و ناخودآگاه شروع میکنم به حساب کتاب. خب انقدر اجاره خونه، اینا هم برای خورد و خوراک ماهیانه. تموم شد که بازم که حسابم منفی در میاد. واقعا نمیفهمم تو این شرایط که هر روز یه چیزی گرونتر میشه. دلار که 100 تومن رو رد کرد و هر روزم داره میره بالاتر. اقتصادمون که شده مثل آدم برفی توی آفتاب. چطور میشه به فردا فکر کرد؟ نه جدی میگم. چطور میشه برنامه ریخت وقتی نمیدونی فردا چی میشه؟ ببینم اون پولی که پارسال پس انداز کردم الان چقدر میارزه؟ نصف؟ کمتر؟ حقوقی که الان دارم میگیرم همونه که پارسال واسش اون همه ذوق داشتم. همونی که واسش کلی برنامه داشتم. الان دیگه حتی کفاف خرج ماهیانم هم نمیده. من همین چند وقت پیش بود که داشتم با یک از دوستام صحبت میکردم. میگفت من کوچیک‌تر که بودم خیال میکردم تا 30 سالگی میتونم خونه و ماشین بخرم. 2 سال پیش فکر میکردم تا 30 سالگی میتونم ماشین بخرم. الان 28 سالمه، حس میکنم تا 40 سالگی هم به هدفم نمیرسم. میدونی چیه؟ فقط قدرت خریدمون نیست که داره از بین میره. این رویاها و آرزوهامون و جوونیمونه که داره دود میشه و میره هوا. امروز میگم پس انداز میکنم، فردا میبینم که اون پول ارزشش کمتر شده. پس میگم بهتره همین الان خرجش کنم. وقتی میدونم قیمتا بیشتر میشه، معلومه امروز عجله میکنم برای خرید. میدونم که این فکر اشتباهه. میدونم که همین عجله من و 1000 تا آدم دیگه مثل من داره این قیمت رو بیشتر میکنه. ولی چیکار کنم؟ نمیتونم جلوی خودم که بگیرم. قبلا میگفتم من 10 سال دیگه میخوام فلان کارو بکنم. الان میبینم که فکر احمقانه ای بود. حالا چطور میشه برای آینده برنامه ریخت که هیچ کس نمیدونه فرداش چی میشه؟ چطور میشه گفت من 10 سال دیگه میخوام فلان کارو بکنم وقتی نمیدونم 2 سال دیگه، 2 سالی که دیگه چی، هفته دیگه اوضاع چی میشه؟ این بی‌ثباتیه مثل یه مه غلیظه. یه مه غلیظ که جلوی چشمون رو گرفته، جلو رو که نمیشه دید، عقبم که دیگه نمیشه برگشت. بعدش هم این انتظارات. خانواده هنوز انتظار داره تا یه سنی ازدواج کنیم. خونه بخری، ماشین بخری. انگار شرایط عوض نشده. همینه باعث میشه حس کنم از زندگی عقب موندم. همین حس باعث میشه اون چیزی رو هم که میتونستم پس انداز کنم برم کافه خرجش کنم. یه سری چیزای غیر ضروری بگیرم. حداقل میگم اینجوری یه لحظه دلم خوشه. خب بس دیگه. این همه فکر و نگرانیه. بیشتر باعث میشه فکر کنم انگار دارم توی گودال فرو میرم. هرچی بیشتر فکر میکنم بیشتر غرق میشم توش. ولی خب قاعدتا این نمیتونه تمام ماجرا باشه. این همه تاریکی. باید یه راهی باشه برای بیرون اومدن. بذار یه لحظه از این فکرهای منفی بیام بیرون رو نگاه کنم ببینم چه خبره. آره شرایط سخته، همه چیز گرون شده. آینده نامعلومه. ولی خب زندگی هر روز ادامه داره. آدمای اطرافم هنوز دارن کار میکنن، برنامه‌ریزی میکنن، امید دارن. اونا هم همین نگرانی‌ها رو دارن. ولی یه جوری دارن ادامه میدن. میدونی چیه؟ شاید فقط من نیستم که اینجوری فکر میکنه. شاید همه همین شبا بیدار میشن و همین حسابا رو میکنن. نه تقصیر منه، نه تقصیر توه. فقط یه دوران سخته که باید ازش رد شه. خب حالا چی؟ بشینم و گریه کنم یا بپذیرم که شرایط همینه؟ نه منظورم تسلیم شدن نیست. منظورم اینه که حقیقت رو بپذیرم. حالا ببینم چطور میتونم باش کنار بیام. یعنی بگم باشه اینا چه خوب و چه بد شرایط زندگیمه. حالا چی کار میتونم بکنم؟
اگه بپذیرم که شرایط سخته، دیگه انرژیمو صرف شکایت نمیکنم. باید الان انرژیمو بذارم روی حل مسئله. نسل‌های قبلیمون هم مشکلات اقتصادی داشتن. اونا هم جنگ داشتن، تورم و گرونی بود، ولی زندگیشون ادامه پیدا کرد. معمولا آدم‌ها یه راه حلی پیدا میکنن، یه خلاقیتی به خرج میدن، یه جوری سازگار میشن. پس احتمالا منم میتونم. شاید مهمترین چیزی که الان تو این روزا لازم دارم انعطاف پذیری بیشتره. انعطاف تو فکر کردن، تو برنامه ریزی، تو زندگی. شاید نتونم خونه بخرم، ولی میتونم روی تجربه هم سرمایه گذاری کنم. شاید نتونم هر ماه پول پس انداز کنم، ولی میتونم روی مهارت هم کار کنم. برم کم کم یه چیز جدید یاد بگیرم. به جای اینکه یه برنامه سفت و سخت داشته باشم، بهتره اینجوری فکر کنم. بگم یه ذخیره‌ای داشته باشم برای روزهای مبادا، در این حال چشمم هم به فرصت‌ها باشه. یعنی به جای اینکه بگم تا سال دیگه فلان قدر پس انداز کنم، بگم میخوام هر سال یه مقداری پس انداز بکنم اگه بشه، همزمان مهارت‌هام هم تقویت کنم تا اگه فرصت شغلی بهتری گیرم اومد آماده باشم. آره، تو این شرایط بهترین سرمایه‌گذاری که میتونم بکنم سرمایه‌گذاری روی خودمه. یه چیز جدید یاد بگیرم، ارتباطاتمو بیشتر و بهتر کنم. اگه واقعا بشه روی سلامت جسمی و روحیم هم کار کنم. چون آخرش تنها چیزی که باهام میمونه خودمم. حداقل مهارت‌ها و تجربه و چیزایی که یاد گرفتم که ارزششو از دست نمیده. یکی از چیزایی که کمک میکنه اینه که خودتو مثل یه اقتصاد کوچیک در نظر بگیری. یعنی مثل یه شرکت کوچیک. حالا بیای بگی درآمدام چیه؟ هزینه‌هام چیه؟ چه سرمایه‌گذاریایی میتونم بکنم؟ چطور میتونم ریسکامو کم کنم؟ وقتی خودتو مثل یه شرکت کوچیک میبینی، تصمیماتت هم عقلانی‌تر میشه. اینجوری کمتر احساسی عمل میکنی. الان که اوضاع سخته شاید تنهایی نتونم کاری کنم. باید یاد بگیرم همکاری کنم. یه شبکه بسازم. از تجربه بقیه استفاده کنم. شاید نتونم تنهایی خونه بخرم، ولی شاید با چند تا از دوستان بتونیم روی پروژه با هم کار کنیم. شاید نتونم تنهایی یه کاری رو راه بندازم، ولی میتونم شراکت کنم. خیلی مهمه که تو این اوضاع معنا رو توی مسیر پیدا کنم، نه فقط تو مقصد. چون ممکنه مقصدم عوض بشه، ولی مسیر باهامه. چون شاید نتونم تغییر روی محیط بیرونم بزنم و تغییرش بدم، ولی بالاخره زندگی منه. باید بتونم یه تغییر برای خودم ایجاد کنم. درسته شاید نتونم اون چیزایی که فکر می‌کردم و بخرم، ولی میتونم مسیر پس‌انداز کردن و مسیر یادگیری مدیریت مالی و مسیر خلاق شدن رو طی کنم. یا حتی سعی کنم که از این مسیر لذت ببرم. در کل اینکه باید سعی کنم امید داشته باشم. ولی امید یعنی چی؟ یعنی اینکه باور کنم که وضعیت الانم وضعیت همیشگیم نیست. یعنی اینکه باور کنم که با تلاش و خلاقیت و یه کمی شانس میتونم زندگی بهتری بسازم. ولی امید به معنی چشم بستن روی واقعیت هم نیست. به معنی انتظار معجزه داشتن نیست. یعنی شرایط الانو ببینم، ولی به اینکه میتونم تغییرش بدم من باور داشته باشم. درسته نمیتونم تورم رو کنترل کنم، نمیتونم قیمت دلار رو تعیین کنم، نمیتونم سیاست اقتصادی کشور رو تغییر بدم، ولی میتونم واکنش خودم رو بهش کنترل کنم. میتونم خرج کردنم رو کنترل کنم، پول درآوردنم رو کنترل کنم. اینکه چطور یاد بگیرم، چطور با دیگران ارتباط برقرار کنم. این دایره تاثیر من شاید کوچیک باشه، ولی موثره. شاید اگه خودمو بهتر کنم، شاید بتونم روی بقیه اطرافم هم تاثیر بذارم. دور و برم خیلی آدمای دیگه هستن که واسه خودشون کسب و کار کوچیک رو انداختن. کلی چیزای جدید یاد گرفتن و یه سری راههای خلاقانه هم دارن برای زندگیشون. حس کنم باید الان یکم خلاق‌تر شد. یعنی به جای اینکه تسلیم بشم یا فقط شکایت کنم، دنبال یه راههایی بگردم تا با شرایط کنار بیام. خب
اگه تا اینجا رو گوش دادی پس احتمالا خیلی از چیزایی که گفتم واسه تو هم آشنا بوده، چون همه ما داریم توی این شرایط زندگی میکنیم و معمولا هم به همین چیزا فکر میکنیم. من همش میخوام بگم که داشتن این فکرها طبیعیه، ترسیدن طبیعیه، گیج شدن طبیعیه، ولی مهم اینه که یادم باشه هنوز فرصت انتخاب دارم. درست شرایط سخته ولی باید بپذیرم که من قابلیت سازگاری دارم. درسته که اقتصادمون ناپایداره، آینده غیر قابل پیش بینیه، ولی میتونم برای حالتهای مختلف آماده شم. من نمیدونم فردا قراره چه شکلی باشه، هیچ کس نمیدونه، ولی یه چیزی رو میدونم که اگه همه فکر و انرژیمو بدم به این بی‌ثباتی خودم رو هم از دست میدم. پس شاید تنها راه همین باشه. امید منتظر معجزه نشستن نیست. امیدم این تصمیمای روزانه‌ایه که برای ساختن زندگیمون قدم به قدم و روز به روز میگیریم. شاید نتونم زندگی رو بسازم که توی رویام بود، ولی میتونم زندگی خوبی بسازم. شاید با چیزی که فکرشو میکردم فرق داشته باشه ولی میتونه خوب باشه. سعی میکنم یادم باشه که توی این مسیر تنها نیستم. همه داریم با این چالش رو دست و پنجه نرم میکنیم. همه داریم یاد میگیریم، سازگار میشیم و امیدمون رو حفظ میکنیم. حالا بعد همه این فکرها تو بهم بگو چطوری با وجود این بی‌ثباتی امیدتو نگه می‌داری؟ نظرتو برام کامنت کن. مواظب خودت و فکرات باش. فعلا.